بانای ما هم در برنامه حضور دارن، قرار کار خاصی برای ما انجام بدن. بله، این نوجوانان و کودکان دوره ابتدایی ما که از دبستان کدوم دبستانی؟ شهید احمد چراغی. شهید احمد چراغی هستن. قرار هستش که به یاد همکلاسی های شهیدشون یه متنی رو آماده کردن که دو تا از این بزرگواران قرار هستش به نوبت بخونن و تصویر دانش آموزان شهید هم هست اینجا که قاب شده و در اختیار اینا هستش. قرار هستش که قرار متنی رو بخونن، یاد دوستاشون رو گرامی بدارن. دست گلتون در. میشه لطفاً تشریف بیارید اینجا پسرم؟ بفرمایید شما. بفرمایید، خواهش میکنم. آره. شما میتونید بیاین با اون عکسای قشنگتون بفرمایید. بله، خواهش میکنم. بله پسرم لطفاً یک کمی این طرفتر، این طرفتر. شما هم بله 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 بفرمایید. خیلی خب بله، میکروفون رو اجازه بدید من بیارم. شما زحمت میکشین. خب شما بله شما که میکروفون دارید. بله خب بفرمایید. به نام نامی حق، تنین فریاد در 12 روز خونین، دروازه های آسمان گشوده شد و فرشتگان 12 روز به احترام قامت های نحیف اما اراده های آهنین ایستادند. آنان نه تفنگ به دست داشتند نه زره های فولادی، اما با قلم کوچک، دفتری کهنه و دلی به وسعت تاریخ در برابر آتش و آوار ایستادند. دانش آموزانی که صبحشان با سرود مدرسه آغاز می شد، شامگاهشان را با فریاد لبیک یا وطن به پایان بردند. بفرمایید پسرم. شما میکروفون رو بگیرید لطفاً. در 12 روز آتش خون، سنگرشان کلاس های درسی بود که در میان ویرانه ها دوام آورد. کتابشان پرچمی شد که بر فراز غیرت برافراشته ماند و خونشان مرکبی شد برای نوشتن دوباره حماسه. ای شهدای دانش آموز، شما چراغ راه فردایید، با دستانی خالی اما قلبهایی پر از ایمان. برگه های امتحان تاریخ را با خون امضا کردید. ما مانده ایم تا بخوانیم آنچه شما نوشتید، تا ادامه دهیم آن راهی را که شما با ایثار گشودید. سلام بر شما ای سرپای همیشه سرافراز، که در کوتاه‌ترین نبرد بلندترین قله انسانیت را فتح کردید. روحتان شاد و راهتان پر رهنمون. متشکرم. احسن. بسیار عالی بودین، بسیار عالی بودین و یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر، به خصوص شهدای دانش آموز رو گرامی می‌داریم. عکس این عزیزان هستش. من خواهش میکنم دوستان اگر لطف کنن این تصاویر رو نشون بدن در اون قابی که دوستان ما گرفتن، دوستان جوان ما گرفتن. و این بچه‌های این سرزمین بودند، این بچه‌ها عزیزان این سرزمین بودند، این ملت بود و قطعاً یاد و نامشون هرگز فراموش نخواهد شد. بچه‌هایی که هیچ گناهی نداشتن، بچه‌هایی که اسلحه نداشتن، بچه‌هایی که فقط قلم و دفتر در اختیارشون بود و یک دنیا امید و آرزو داشتن برای فردایی بهتر. و متاسفانه همه این امیدها تبدیل شد به یک فریاد خاموش و وجود نازنینشون در خاکی رفت که مقدس بود. این عزیزان همیشه اسم ایران رو خوندن و نوشتن که ای ایران دوستت داریم و با خون خودشون تثبیت کردن این شعار نیست، این بخشی از وجود ماست، این بخشی از هویت ماست و واقعا نبودن این عزیزان میتونه یک صدمه بسیار بزرگی به کل جامعه ایران وارد بکنه. اما قطعاً خونشون بی پاسخ نخواهد بود و این ملت همیشه به یاد خواهند داشت این فداکاری رو و جای خالی اینها هرگز پر نخواهد شد. اما وطن ما پابرجا میمونه و این اتفاقی هستش که در طول تاریخ افتاده و این وطن جانهای بسیار عزیزی رو فدا کرده، جانهایی که خیلی خیلی محترم بودن، خیلی عزیز بودن، اما فدا شدن برای اینکه
یک وجب از این خاک مقدس به دست دشمن نیفته که نخواهد هم افتاد. خیلی متشکرم از بچهای عزیزم که لطف کردن، زحمت کشیدن، امروز در برنامه متن قشنگ رو در یاد بود دوستان دانش آموزشون که شهید شده بودن خوندن و واقعا هم قلم قاصره و هم گفتار ما نمیتونیم حس خودمون رو بیان بکنیم در مورد این حادثه که چقدر میتونه دردناک باشه. فقط ابراز همدلی میکنیم، همراهی میکنیم، همدردی میکنیم با خانواده های این بزرگواران و براشون آرزوی صبر داریم. خدا به اونها صبر بده. انشاءالله که همکاران جناب آقای رحمانی، همکاران جناب آقای دکتر سهیلی در کنار این عزیزان باشند برای اینکه بتونن این روند رو با راحتی بیشتر و با حالا کمترین آسیب و صدمه سپری کنن. از حضور خوبتون در برنامه خیلی خیلی متشکرم. برای بزرگواران آرزوی سلامتی میکنیم، خداحافظی میکنیم با این عزیزان و همینطور شما دوستان خوبم خیلی خیلی لطف کردید، کارتون خیلی قشنگ بود. بخش کوتاهی رو ببینید، ما انشالله برمیگردیم در کنار شما خواهیم. زمین تک سوارانم جشن از هر سو به آبند باز من تا ببرهای تو میمانم باید برای کهکشان با نام تو پرچم زنم باید برای کهکشان با نام تو پرچم زنم آتش به جان غم زنم کابوس شب بر هم زنم هر دم عشقت دم زنم ای سر و سامانم شور بهارانم جان و جهان من کشورم ایرانم ای سر و سامانم شور بهارانم جان و جهان من کشورم ایرانم. من مرد میدانم از سرزمین تک سوارانم گر شعله از هر سو ببارد باز من تا ابد پای تو میمانم من تا ابد پای تو میمانم باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم آتش به جان غم زنم کابوس شب بر هم زنم هر دم ز عشقت دم زنم ای شادی تو شادیم آزادیت آزادیم ای خانه اجدادیم ای مهر مادر زادیم از تن گذشتم جان شدم چون ذره‌ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم ای سر و سامانم شور بهارانم ای سر و سامانم شور بهارانم جان و جهان من کشورم ایرانم ای سر و سامانم شور بهارانم جان و جهان من کشورم ایرانم.